شماره 207 بفرمایید داخل. سلام جانم، شما مشکل چیه قربونت برم؟ ما دکتر حقیقتش بخیم شبا خوب نمیتونم با خوابای پریشونی میبینم، زیاد حالم خوب نیست. شما بفرما داروی خاصی مصرف میکنی جانم؟ داروی خاص که نه آقای دکتر، نه من دارو نمیخورم. به نظر شخص بنده شما یک تتوی خوب بزنی مشکلت برطرف میشه جانم. تتو بزنم آقای دکتر؟ بله جانم. یعنی داروی هیچی نمیخوام بدن؟ نه جانم. خب ما الان معدم یکم خونریزی داره آقای دکتر، این رگ سیاه پیکم درد میکنه. شما تتو بزنی جانم مشکلات دیگه هم برطرف میشه جانم. خب مو نیسان آقای دکتر از او پام رد رفته، پارسال به یک پا ندارم، پا راست الان ندارم. شما یک تتوی خوب بزنی جانم پاتم به مرور زمان در میاد عزیز من. پام در میاد دکتر؟ بله جانم، شما از معجزه